های درود بچه، حالتون چطوره؟ من اسممو نمیگم هستم و این کوچولو هم الفی هستش که اصلا کلا دوست نداره یه جا وایسه، در حال جست و خیز و بالا پایین پریدن و شلوغ‌کاری کردن. چطورین؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و تصمیم گرفتم که سعی کنم حداقل هفته 2 تا نهایتا هفته یکی ویدیو بذارم و تا جایی که بتونم میخوام روی این حرفم وایسم. پس شما چیکار میکنید؟ سوال خوبیه. کی پرسید این سوال؟ شما میتونید لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. امروز میخوایم بریم سراغ پارت بعدی. اگه شنونگان پارت 12 فکر کنم میخواد سیمین دوربین رو تکون بده. متاسفانه فعلا خبری از توراولی و چیزی را نیستن که رفتیم شهر بعدی. اگه ویدیوی پارت قبلی رو نگاه کرده باشید پس بدون معطلی باید بهتون بگم که بریم تو کار. خاطر خانواده ما باید کار کنیم. خب بچه ما برگشتیم، بریم سراغ ادامهش. نگو یادم رفته بود سیو بدم. همین الان رفتم 2 تا مرحله قبلی که تو پارت قبل رفته بودیم و رفتم و اومدم. خب شما اینجا رو نمیبینید. بچه ها رسیدیم. انقدر کسایی که مثل من از این کو خیلی خاطره دارن بگن. من خاطره که خیلی داشتم این بود که میرفتم یه تریلی پیدا میکردم، پشتشو میبستم، با بار میمدم بالا. بچه ها همونطور که مشاهده میکنید بهترین راه بالا اومدن اینجا، احتمالا خودتون دیگه اوستایید، همینه که دیدین. ایوه باید قایمکی برم. نمیدونن که سی جی اسلحه نیاز داره، همون یه دونه مشتش کافیه. بچه من با یه اسلحه خفنی اینو میزدم. ببین دیگه. بچه تاریک سی جی 6 نمیبینه. خب آره سرشو نزنید قطع شه. من با یه تفنگ قوی میزدم سرش قطع میشد. نه من مال همه تونم بچه. بفرما الفی دست از سرمو بر نمیداره بچه. کجا رفتن خدا؟ خب فرود موفقیت آمیزه. بچه الفی داره چیکار میکنه دقیقا؟ الفی عزیزم خسته نشدی؟ بیا بالا نفس میکش، سوراخ هم کردی آخه. یعنی کی میتونه باشه؟ سیزار منم. سیزاره. خوبه؟ خواهرت نگران شده بود. من چیزای بدی شنیدم. گوشی آره لوسانتوس سلام خطرناکه. برداشت گفت سیزار من منم. وسط نمیدونم وتستون یا هر چی که هست. فکر کنم اونجا یه خانواده دارم. حداقل تو زندون نیستی. برادرت گیره. حواستو جمع کن، مراقب کندلم باش. نگران من نباش. نگران یه چیز دیگه باش. بدبخت هم. یه آره در نگران یه چیز دیگه باش. خیلی مشتاقه. باور کن. تو رستوران دیلیمور تو رد کانتی میبینیشون. پیداشون میکنی. خب یه علامت سوال در اومد. سیجی چه احتیاجی به پول داره؟ یا حضرت عباس، یا خدا چرا اینطوری شد؟ حواس نمیدونستم، یادم نبود یعنی موشو تکون بدی هوا جت تغییر میکنه. اصلا ایوان داشتم با نامبر پدش داشتم با اون سعی میکردم جتو کنترل کنم. مثل الفی رو بذاریم بره بخواب را خستت. به خاطر اون 2 تا ماشینی که اضافه کردم بچه ها بازی خیلی باگی شده. یعنی به خاطر این مردم چون داشتم با جت پرواز میکردم. تو هم میخوای اینجا چه غلطی میکنی؟ مثل این که تنت میخوره. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ هیچی، من دنبال پسرخاله یکی از دوستان میگردم. اون مکزیکیه ولی مثل اینکه اینجا نیست. تویی؟ ولی سزار گفته بود یه آدم حسابی میاد. خانم من اهل دعوا نیستم، من صلح طلبم. هرچی تو بگی آشغال بزن بریم. لعنتی آروم باش عزیزم. بچه اصلا از مرحله این کاتارین خوشم. ماشینت کو؟ مال تو کو؟ خانوما خودشون رانندگی نمیکنن، این کار مال مرداست. آو خدای من، مرسی سیزار، تشکر میکنم. حالت خوبه؟ موتور نباشه.
سیجه اعصابش خورده واقعا. خب اسمت چیه؟ کجا میری؟ اسم من کاتالیناه و ما میخوایم جیب همه شهر رو خالی کنیم. اوکی، باید نقشه خوبی باشه. آره راست میگی، نقشه خوبیه. من 4 تا هدف در نظر گرفتم. یه مشروب فروشی تو بلوبری، یه بانک تو پالنا کریک، یه پمپ بنزین تو دلیمار و یه قمارخونه تو مونت کامری. صبر کن، اول کدومش؟ راننده توی احمق، تو انتخاب کن. احساب نداره. خب طبق معمول نزدیک‌ترین پولا رو نشون رد میدیم کن که- بیاد وگرنه پشیمونت میکنم. این یه شیشه ضد گلوله است. میتونی گورتو گم کنی زنی که قبل از اینکه کلانتر رو خبر کنم. داری چیکار میکنی؟ پولا رو بده بهش. حالش رو ببر. نقشه تغییر کرد کار. ما تانکر رو میبریم. این چه غلطی تریلی داری بس می‌کنی؟ میکردم، تریلر بس میکردم. بچه ها میدونستی سیجه ایرانیه؟ منم نمیدونستم تا اینکه از خودم در آوردم. آقا شما نمیدونین که یه زمانی حداقل تو محل ما اینطوری بود که همه یا ایرانی بودن یا بچه محل بودن یا نمیدونم اینطوری من بود دیگه به کلا خاطر دیگه. یه زنی که شغلم از دست نمیدم. خب بذارید از یا الله پرواز ما باید جلو برگردیم. نوازی رو بگیریم. بچه ابتدا مجبورم. پیاده شده، حرکت کن. من یکی رو میشناسم که بابت این پول خوبی بهمون ابتدا میده. پیاده شده. ماشینشو هیچ وقت نتری کنید چون میاد میره زیر یا اول چون میاد میره زیر تانکر و تانکر رو نابود میکنه. خب یه لحظه میشه پیاده شید. پیاده نمیشم بچه ها. خب سرت میخوره. خب چون دیگه خیلی فاصله‌شون زیاد بود میشد برسیم. بچه این نامیرا بود یارو. خب بریم. عرض میکردم اول پیاده شید، اینا رو از سراتون میکشید کنار، بعد با خیال راحت با کاتارینا جون راه بیافتید برید. اینجا هم میزنیم جلو که ویدیو زیاد طولانی نشه. 2 hours later. بچه ها یه سری از تریلیا بودن گارد داشتن، نه دقیقا مثل اینا ولی گارد داشتن. ببین اونا عشق من و داداشم بودن، یعنی میگشتیم شهر رو تا یه دونه از اونا پیدا کنیم. بعد خیلی هم کمیاب سلام بودن، آقای ویتاکر. دورنگم بودن. کاتالینا امروز برام چی آوردی؟ اینم یه تانکر پر از سوخت درجه 1. من شما رو ندیدم، شما منو ندیدین، پولی هم رد و بدل نشده. کار خیلی خوبی بود. خب دیگه حالا قبل از اینکه پلیسا بیان از اینجا خب دیگه بریم. گم شد. هر وقت دوست داشتی بیا به من سر بزن. من همیشه کار دارم. خدافظ. انقدر بعدم میمد به من هیچ وسیله نقلیه نمیرسید اینجا. بعض موقع اصلا هیچ چیزی پیدا نمیشد. چیه یعنی؟ آره. کارل تو کی هستی؟ منو میشناسی؟ من تروتم. نه من نمیکنم. من تو روتم. گفته بودن تو من احمقی. نمیکنم. کی؟ باشه میتونی بیخیالش بشی. تو پلیسی؟ نه ما رفیق قدیمی تو رو ندیدیم. شریک تو. ما؟ کی؟ آره این آخر یا پلیس کشتی. تمپنی. باید میدونستم اون عوضی. من یه موتل تو انجل پاین بگیرم. مطمئن شو تعقیبت نکنن. مطمئن آقا به خاطر چیز مجبورم، به خاطر توروس مجبورم یه جوری برم که تعقیبم نکنم. آره خلاصه اینطوری بود که داشتم گفتم مثلا میگفتن باتیستا ایرانیه. چرا؟ چون دیوید باتیستاه. مثلا میگفتن اسم اصلیش داوود بوده، خارجه میگن دیوید. لا بخوره بچه به خاطر ریاهاشون. کسی اینجا نیست؟ من اینجا. سیجه چی داده میزن. آره به خاطر ریاهاشون دارن بخور میدن، اوکالیپتوس. اینو نگاه کن ببین چی داریم. سلام کارل، چه خبر؟ هی چی کار میکنی؟ جریان چیه؟ این یه دوره کارآموزی پلیس مخفیه؟ نه تو باید الان تو مرخصی باشی. آره هرچی که تو بگی. آقای تروت اینجا یه خورده از بهترین گراسه رو داره. من مانم نمیشون که رسم منظور چه تا اینکه بر تو فهمون باید اوکالیپتوس من تحتیمش بدیم. هی مرد تو قاطی کردی، حالت بده، خیلی نشه‌ای. چی؟ ای تروت پینج مرد. توریست رو نگاه کنم چی شکلی. خوش آمدی دوست من. چه خبر؟ کارل پولتو بهت میده. راجب چی حرف میزنی؟ کارل عجب موادیه. از تو میخوام که این سهم سبز ازم بگیری و
از شهرش خلاص بشی. این آینده اون عوضی رو خراب میکنه. مزخرف نگو. رفیق قارچ میخوای؟ علف DMT چطوره؟ نه من ظرفیتم تکمیله، خیلی گیجم. لعنتی اوضاعش خرابه. ای کار پولشو بده. هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینو ببینم. یه پلیس دودی. تو چه کاری رفیق؟ FBI؟ DEA؟ نه من بیشتر شبیه کاراگاه خصوصی ام. رفیق من از تو انرژی مثبت حس میکنم. یه مقدار تریاکی ویتنامی میخوای؟ نه من موادی نیستم. چون باش پس چطور میتونم بهت انرژی اعتماد مثبت کنم؟ گرفت. چیه؟ لابد من برای تو کار میکنم. من صلح طلبم ولی بعضی از افرادی که از اون پل رد میشن به صلح طلبی من احترام نمیذارن. مشکل رو نگاه کن. منظورم اینه که عده‌ای که مشکل کلشون داره بوی بنده قرمه خدا. سبزی میده دست راستی ها فاشیست ها اونا مزرعه دار دارن و من به اون احتیاج دارم. گیرش بیار بعد میتونی پول منو بدی. ماماسته کار. اون دیگه یعنی چی؟ میبینمت روانی. ماماسته. یه شبیه فوشه یه فوش خارمادری. خب بچه های عزیز ما رسیدیم به مقصد. بله ماشین های کمباین رو میبینیم که دارن محصول جمع میکنن از زمینی که محصولش از قبل جمع شده. خب ما میخوایم بریم که کمباین رو ازشون قرض بگیریم. خب ولی اینا نمیذارن، اینا خیلی خسیستر از این حرفا. مزه رو اشتباهی اومدی پسر. این کلیپ معمولی نیست. بچه این بدون رمز میای این تفنگا خیلی دمیج وارد تعجب میکنن. نکن اینجا امریکاست. این قشنگ آدم رو بیچاره میکنه. خب من البته با رمز نمیام. CJ خیلی خوب بدنش مقاوم شده. یالا این یارو رو یکی بکشید. چی بود پرد شد؟ بکردم آدم توش پرد شد. گفتم آخه این اتفاق میخوایی نمیافتاد. سراغت کنم؟ یه خورده سوراخش گنده شد در حد سرش کلش این هدش. یارو دیگه کیه؟ نمیدونم. بابا من همسایه مهربونتونم. من خواستم با دوتا موشک بزنم. آخه با بیل بچه من دیگه باهاتون نمی جنگم. ویدیوم طولانی میشه. من چه خسته داره راه میاد. بچه دیگه چیکار میکنید شما؟ چرا همتون مسلحین؟ تو یکی رو میتونم با مش بزنم. نه نمیخوام وایسم. نمیدونم صداش میشنوید. آره تفنگ. بله میچنم سرش از دست داد در این حرکت تفننی. بچه تو اون شورتی که درست کردم دیدین خیانت $9 رو سعی کردم قشنگ به تصویر بکشم. آقا بیا پایین دیگه. CJ نفس نداره. خوبه نرفت با تمپنی چیز کنه، چی میگن اوکالیپتوس تنفس کنه خورده نفسش. اوه من میام خدایی چقدر سریع میره. نگو رمز پرواز داریم بچه. اگه خواستین که سوسیس کالباس یه کچله درست کنید به این صورت این کار رو انجام میدید. کمباین رو برمیدارید از روی انسان ها. هر مثلا این چون سفیده میتونید به جای ژامبون رو مرغ بفروشیدش ولی گوشتش قرمز. بعد از کلی گوشت کالباس کردن میرسیم به مقصد. سایلنت اومده پانتومین بازی میکنه بچه. چیزی نمیگه. داره پانتومین بازی میکنه. رمزی صحبت کرد. ای کار منم سیز. چه خبر؟ اوضاع خیلی خراب شده ها. چی شده؟ کندل کجاست؟ حالش خوبه؟ پیش منه، حالش خوبه. داستان اونا دیگه تمومه. برای سلام جایزه گذاشتن، همینطور برای کندل. چی شد؟ اعتماد، صداقت، شرف دیگه تو لوس سانتوس معنی نداره. لوس همه سانتوس رفیقام یا مردن یا قایم شدن. انگار لوسه یه از شهر نفری برو که بیرون. لوسه. کندل رو بردار و برو لوسه. سمت انجل پاین. من شما رو اونجا میبینم. اوکی من یه کارایی دارم که باید بهش برسم. نه خواهرم رو من بر تو بیرون واقعیت شهر با به یه جای تلفن امن. صحبت میکنم قدم سر میزنم. این یکی با هم بسته CJ کن. همین نمیتونم عادت از داره. دستش بدم.
حتما هومز، تو انجل پاین میبینمت. خب بریم آنجل پاین، سیزار هم ببینیم، ویدیو رو هم ببندیم. خب رسیدیم پیش سزار. همون سیزار همون سزار. سلام کار. چطوری خواهر؟ آها این هنوز تموم نشده مرد. من این کارو کردم که از نامزدم محافظت کنم، ولی حالا میرم خونه و بعدش میرم سراغ مواد فروشه. ای نگاه کن، تو به خاطر اون بیگ ویلی عوضی بی خودی خودتو ناراحت میکنی. بیگ بیلی که منم نمیخوام به خاطر یه چیز الکی بلایی سرت بیاد. ای آروم باش مرد، ما به وقتش ترتیبشو میدیم. ما همین حالاش هم میدونیم که آدمای بد کیان. مرد تو داری از اسموک طرفداری میکنی و همینطور از اون دوتا خوب تنپنی و پولسکی. اسموک مواد فروشه. نه اسموک نه، اون شاید علف بفروشه ولی گرد نه. یالا سی جی، پس فکر میکنی چطوری اون خونه جدید رو خریده ها؟ اون شعار تا آخر عمر رفاقت رو ول کنه، به دور و اطرافت نگاهی بنداز. هر هفته 2 دفعه است اسموک ماشین رو میفرسته سانفیرو. ماشین با صندوق عقب پر از گرد سفید برمیگرده. لعنتی، من باید حواسم به جاده باشه، شاید تو راه سانفیرو یه چیزی ببینم. فقط شما کاری نکنین تا من برگردم. از اینجا باید هی تلفن میشه بهتون تو سانفیرو زندگی میکنه، درسته؟ آره اما اونا مواد دستشون الو؟ کجا بودی عوضی؟ چرا بهت زنگ نزدی؟ من میخواستم بهت زنگ بزنم ولی دروغگو، تو بازم داشتی ولگردی میکردی. نه اگه فقط اجازه بدی که خفه شو، زود بیا اینجا، باید بریم یه جا توضیح. گوش کن، من الان وسط یه بازی پیچیدم. خب بچه امیدوارم که تا اینجا ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید حتما لایک کنید. اگه حتما نظرتون رو من بگید که بین این بازیه که میذاریم کدوم بیشتر دوست دارید. البته سراغ ویچر خیلی وقت نرفتم، شاید برم سراغ اونم. حتما تو کامنت ها بریم بگید دیگه. از اونجایی که دوباره هنوز کسی کامنت جوک قشنگ این هفته رو نگفته، مجبورم که خودم هنرنمایی کنم. اوه این جوک واقعا دلم نمیخواد تعریفش کنم. آوردن که روزی به یه بنده خدایی میگن که چند تا موجود نام ببر. یک گوسفند، زرافه، بستنی. یه بستنی که موجود نیست. میگه چرا؟ توی بقالی دیده بودم زده بود بستنی موجوده. یه قسمتی از ذهنم اینطوریه که تو رو خدا نگید. بله بعد ما احساس میکنم که ایرج ملکی شدم و دارم جوک توپلو عرض میکنم خدمت شما. خب بچه یادتون نره که حتما اگه ویدیو رو خوشتون اومده لایک کنید. اگه نظری، کامنتی، جوکی، چیزی داشتین حتما کامنتش کنید. شاید واسه ویدیوی بعدی یه چیستان تعریف کنم و هر کسی که جواب درست چیستان رو کامنت کنه واسهش یه قلب سبز میذارم. چه از این بیشتر از دستم بر نمیاد البته فعلا. خب بچه ها مراقب خودتون باشین. پس تا یه های دیگه بدرود.